تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بالاخره اینها همش راهنمودهای رب العزت و الجلال هست. قرآن 6000 و خورده‌ای قاعده و فرمول برای بهتر زیستن هست، برای بهینه سازی زندگی هست. اسلام در یک جمله یعنی بهداشت سلامت در همه ابعاد زندگی. پس نگاهمون نگاه خوبی باشه به اسلاممون، به قرآنمون. باید تجدید نظر بکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند تغییر رو ایجاد نمی‌کنه مگر اینکه ما در خودمون تغییر ایجاد بکنیم. خیلی وقتا فکر میکنیم فلانی رو عوض بکنیم، فلان مسئول رو عوض بکنیم، فلانی رو عوض بکنیم، فلان مدیر رو عوض بکنیم، جامعه متحول میشه. درسته، ولی تغییر رو باید از خودمون شروع بکنیم. خودمون وقتی عوض شدیم همه چی عوض میشه. خودمون باید تصمیم درست بگیریم. اگر زندگی ما برای ما یک سرمایه هست، باید برای این سرمایه‌ای که زندگی سرمایه گذاری بکنیم. بهترین سرمایه گذاری برای زندگی که خود زندگی یک سرمایه هست، آموختن و آموزشه. بزرگترین و بهترین سرمایه گذاری آموختن هست و بعد از آموختن آموزش هست. همه باید آموزش ببینیم. هیچ کسی مستغنی از آموزش نیست. آموزش آدمو بزرگ میکنه. باید زانوی تتلمذ و تواضع در مقابل استاد رو بزنیم. از همدیگه آموختن یاد بگیریم. انسان مسلمان در هر ارتباطی و در هر تعاملی دو چیز باید داشته باشه. یک اخذ، دو عطاست. خوبی‌های دیگران رو بگیره و خوبی‌های خودش هم به دیگران بده. انسان مسلمان اگر یک طرفه استفاده ببره رباخواره. تو میخوای از خوبی دیگران استفاده ببرید ولی ظرفیت‌های خودت، استعداد خودت، خوبی‌های خودت، تجربه‌های خودت به دیگران ندید. رباخواری که این نیست که تو 100,000 تومان به کسی بگید 150,000 تومان ازش بگیرید. رباخواری استفاده یک طرفه. وقت دیگران رو برای توسعه خودت و کیفیت بخشی خودت بگیرید ولی حاضر نباشید وقت خودت در اختیار دیگران بذارید که دیگران رو کیفیت ببخشید، توسعه بدید. هر استفاده یک طرفه رباخواری بلکه سوء استفاده است، استفاده نیست. یعنی من توانمند بشم رو حساب چاق بشم، رو حساب لاغری دیگران، رو حساب ضعف دیگران. انسان مسلمان هدفمند کسی که وقتی خودش بلند میشه دیگران رو با خودش بلند میکنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خداوند میگه یک نفر رو حیات ببخشید. حیات بخشیدن حتما نیست که یه نفر در شرف مرگ یه آمپولی بهش بزنی نجات پیدا بکنه. جهل بزرگترین مرگ و نابودی است. فقر بزرگترین مرگ و نابودی است. بیبندوباری بزرگترین فقر و نابودی است و بزرگترین مرگ. خودکشی است. فحشا، مواد مخدر، منکرات، ظلم، اینا همش چه؟ نابودی است. مرگ تدریجی است. خداوند میگه اگر یه نفر رو حیات ببخشید، یک جاهل رو آگاه بکنید، آموزش بدید، مثل این که کل بشریت رو حیات بخشیدید. یک بیماری رو مداوا بکنید، یک بچه یتیمی رو نوازش بکنید، یک بیوه‌زنی رو سرپرستی بکنید. چه کمبودهای مادی، چه کمبودهای معنوی. یک چاه آبی، یک برکه آبی، یک کتابخانه، یک کارخانه، یک بازارچی. اگر مسلمانی اکتفا بکنه به نماز خواندنش و روزه گرفتنش و حجش، اینها عبادت‌های شخصی است.
تو تا الان برای خودت بودی اگه نماز خوندید، اگه روزه گرفتید، اگه نماز چاشتت یا دوهات و نماز شبت فوت نشده، اگر روز 1000 بار ذکر و تسبیح میکنید، اینا همه عبادت های شخصی. چقدر مفید بودی برای جامعه خودت، چقدر مردم تو حساب باز کردن، چقدر آرامش تزریق کردید، چقدر امید بودید برای دیگرانی که امیدشون از دست داده بودن. انسان ناامید در شرف خودکشی است. و وقتی یک حرکت تو، یک لبخند تو، یک نوازش تو امید به صدها نفر ایجاد میکنه، دوباره زندگی رو پیدا میکنه. من در یک شب از 4 استان کشور 4 تا جوان با فاصله شاید 1 ساعت با من تماس میگیرن، در شرف خودکشی بودن. وقتی به بنبست رسید، خیلی وقتا انسان ها میخوان کسی پیدا بکنن که فقط تخلیه بشن، چیزی از تو نمیخوان. فکر نکنیم مسئولیم در اتاق ما یه مأمور گذاشتن، اینا همش ول میشه، اینا بزرگی نمیاره. کسی امیرالقومه که خادمشون باشه، کسی بهترینه که انفعهم للناس باشه. این گفته های من نیست. بهترین خلق خدا انفعهم للناسه، سودمندترین برای بندگان خداست. ما باید مثل باران باشیم. باران وقتی میباره، مسلمان باید مثل باران باشه. باران وقتی میباره نگاه نمیکنه بر سقف کلیسا میباره یا بر سقف مسجد میباره، بر سقف حاکم میباره یا بر سقف محکوم و رعیت میباره، بر سقف عابد میباره و زاهد یا بر سقف فاجر و فاسق میباره، بر سقف دوست میباره یا بر سقف دشمن میباره. از ما خواسته شده که رحمت باشیم برای همه، برکت باشیم برای همه، مهربان باشیم برای همه. دلمون را این زمین پهناور و گسترده‌ای که پایانی نداره، این دارالقرآن ظرفیتش 1000 نفره، اگر 2000 نفر اینجا بیان ظرفیت نداره. اما دل انسان بی نهایت ظرفیته. 2 چیز ساحل نداره، یکی دل انسانه و یکی اقیانوس علم. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند کسی که مجتهد مطلق بوده، صاحب مذهب بوده، یک کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی و فوق کل ذی علم علیم. هرچی علم بیشتر خوندم، علم به نادانی خودم بیشتر شد. کسی فکر نکنه عقل کله. چقدر خوبه که انسان در حیات باشه، ببینه شاگرد خودش تبدیل به استاد شده. اگر تحمل داری که در حیات خودت ببینی شاگردت از خودت پیشرفتش بیشتره، اطلاعاتش بیشتره، عالمتره، مفیدتره، موفقتره، این نهایت سعادت یک استاده و یک معلم دلسوزه و خیرخواهه. شاگرد خوب تولد دوباره یک استاد خوب و یک معلم خوبه. فرزند صالح و مصلح هم تولد دوباره یک پدر و مادر خوبه. دل انسان هم ساحل نداره. چقدر مسلمان در دنیا هست؟ 1 میلیارد، نزدیک به 2 میلیارد. محبتشون تو دلت هست. آیا احساس تنگی نفسی میکنید؟ احساس میکنید که این قفسه سینت داره فشرده میشه؟ هر چیزهای خوب در دلمون قرار بدیم، احساس میکنیم که سینه داره گشادتر میشه، انعطاف پیدا میکنه، وسیع‌تر میشه. اما نیتهای پلشت رو بیار تو دلت، باور بکن این سینه همینجور به هم میاد. این دل تو سینه فشرده میشه. احساس میکنی نفس تنگی دارید. نیتهای پلشت رو در بریزیم. افکار نادرستی که خواب رو از ما میپرونه، آرامش رو از ما میگیره. دنیا عمرش خیلی کوتاهه. عمر ما دیگه در دنیا خیلی کوتاهه. عمر امت محمد بین 60-70، نهایتش 80. در صورت قوم عاد و ثمود 800 سال، 900 سال، 1000 سال عمر میکردن.
حالا ما با 40 سال از این 80 سال 40 سالش خود شب تو خوابیدید. عمر ما اگر کوتاهه نیاییم با کارهای نادرست و منفی کوتاهترش بکنیم. حیف این عمر کوتاه با معصیت نابودش بکنیم. واقعا عمر خیلی کم محدوده. حیف این عمر. میگن از تولد تا 20 سالگی باید خرجت بکنن، از 50 به بالا هم باید هزینه برات بکنن. زمان تولید یک انسان کیه؟ از 20 تا 50 30 سال فقط میتونید عمر تولیدی داشته باشید، باقیش همش مصرفیه. تولیداتمون تو این سن بزرگتران مسئولن که نگذارن جواناشون به انحراف کشیده بشن. بذارید بچه های ما در کنار بزرگتران رشد بکنن، مواظبشون باشیم، مدیریتشون بکنیم، اما همه چیز رو بهشون دیکته نکنیم. اراده رو، خلاقیت رو ازشون نگیریم. تو بحث مدیریت یک مبحثی هست به اسم کنترل و نظارت. کنترل و نظارت معنیش اینه که تو دنبال بچت بچرخی، دنبال شاگردت، دنبال زیر مجموعت که اگر اشتباه کرد منتظر بشه اشتباه بکنه سر مچش بگیرید. بحث کنترل و نظارت برای اصلاحه، نه برای قایم شدن سر مچ گرفتن. چرا میخواید ثابت بکنید که تو اشتباه کردید؟ حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند بچه هاتون رو وادار نکنید مثل خودتون زندگی بکنن، چون اونها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدن. یک سری مسائل هست که ثوابته، ولی یک سری مسائل مرتبط به زمان و زمین و ظروف و بچه هامون رو درک بکنیم، باشون دوست بشیم. بذر محبت و مهرورزی، قدرشناسی، سپاسگزاری، چیزهای خوب. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. دنیا میدانی است برای نقاشی زیبا. شما تصور میکنید خداوند یک قلم دست شما داده، انواع رنگ هم در اختیار شما قرار داده، میگه نقاشی بکش. نقاشی های ماندگار بکشیم، تابلوهای زیبا و ارزشی تولید بکنیم. دنیا میدان نقاشی کشیدنه. نقاشی های خوب بکشیم، نقاشی های جذاب بکشیم. هنرهای زیبا مذهب نداره، مذهبش جهانیه. اگر یک سیاه پوستی نقاشی خیلی جذابی بکشه، یک سفید پوست نمیتونه بگه این نقاشی زشته چون یک سیاه پوست کشیده. اگر یک مسلمان نقاشی قشنگی کشیده باشه، یک مسیحی و یهودی نمیتونه بگه این نقاشی زشته چون زیباست. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. وقتی یه چیزی زیباست، زیباست. نقاشی های قشنگی بکشیم در این چند صباحی که زنده هستیم و زندگی میکنیم، تا این نقاشی ها تبدیل به تابلوهای ماندگار بشه. سعدیا مرد نکونام نمیره درگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. این دل الله به ما عطا کرده، دل الله در قفسه سینه ما و شما قرار داده. اولین چیزی که در این دل قرار داد دوست داشتن بود. پس اولین دوست داشتنی باید خودش باشه. اون ذاتی که مهر ورزیدن را و دوست داشتن را و عشق را در دل ما آفرید الله. پس اولین ذاتی که ما باید دوست بداریم الله. این دل بزرگ و این سرزمین بزرگ دل رو در اختیار خودش بگذاریم. این زمین کشاورزی رو در اختیار خودش بگذاریم. به الله بگیم ای الله
این زمین پهناور دل و تو به من عطا کردی، تو باغبان دل من بشو. اگر الله باغبان دلت شد چی میکاره؟ هرچی شد نمیدونم، آتش، عذاب قبر، جهنم، شتر کور، مار کور. یه زمانی بچه بودیم، حالا شاید اونهایی که سنی دارن میدونن، بیبری، نمیدونم شنیدن یا نه. بچه اگه شب خواب نمیرفت مادرش میگفت بخواب که بیبری میاد. حالا بیبری چیه؟ یک هیولایی میگفت پاش این قدره، فقط خون بچه ها رو میخوره، سرشون میبره، بعد وارونه با پا آویزونشون میکنه، فقط خونشون تو تشت میریزه. اینطوری بچه خواب میکردن. بیبری. داستان خوب بگو، با آرامش بخوابه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینطوری که بچه رو خواب نمیکنن. تا دلت بخواد زندگی پیامبران و صحابه و بزرگان و ائمه و علما و مجتهدین و انسانهای خوب و عارفین. یه وقتی شیخ ابراهیم ادهم یکی از عرفا در جای میرفت، یه لحظه احساس کرد یه نفر پشت سرش داره راه میره. یه لحظه روش برگردون، دید که یک جوان یهودیه، معذرت میخوام، گل به روی جمع، یک سگی به زنجیر کشیده، یک توله سگی. تا شیخ نگاه کرد، اینم ایستاد بدون که حرفی بزنه. تا شیخ راه افتاد، دوباره اینم راه افتاد، هی 2-3 بار، نه کاری داره. تا اینکه شیخ رسید به یک میدان بزرگی تو شهر. یک دفعه اون جوان به صدا در آمد، جناب شیخ. خیلی عجیبه، الان به صدا در آمد، رو کرد به جوان، گفت بله پسرم، بله پسرم، نعم یبنی، بله پسرم. عرضی داشتید، سوالی داشتید، کاری داشتید؟ گفت بله جناب شیخ، من یک سوال داشتم. گفت بفرما. گفت جناب شیخ، این سگ منو میبینید؟ ببخشید البته، گل به روی شما. گفت بله پسرم، این پسرم ها رو، بله پسرم، این تعامل رو. گفت این سگ منو میبینید؟ گفت بله پسرم. گفت دم سگ منم میبینید؟ گفت بله پسرم، دم سگت هم میبینم. گفت جناب شیخ خودتو میبینید؟ خودم هم میبینم. گفت جناب شیخ ریش خودت هم میبینید؟ گفت بله ریش خودم هم میبینم. گفت سوال من اینجاست، ریش تو بهتره یا دم سگ من؟ به شیخ داره میگه. گفت ببین پسرم، ببین پسرم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی و خودنمایی نباشه، تظاهر نباشه، و روز قیامت خودم با ریشم تو بهشت فردوس خدا باشم، ریش من از دم سگ تو خیلی بهتر. و اگر روز قیامت اگر ریش من ریایی باشه، خدایی نباشه، برای تظاهر و فریب باشه، و روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو 100 شرف به ریش من داره، خیلی از ریش من بهتره پسرم. وقتی با این منطق و این استدلال و این تواضع و این اخلاق، پسرم، یعنی امروز اگه کسی همچی حرفی به من، به امثال من بزنه چی میشه؟ بلافاصله حکم کفرش صادر میکنیم. ای نامسلمان فلان. ای جوان مسلمان، بچه هامون اجازه ندارن از ما سوال بکنن. بچه ها باید ماجراجو بشن، باید خلاق بشن، باید پرسشگر باشن. ما وقتی کم میاریم بچه ها رو نهیب میکنیم، چون خودمون کم میاری. برو مطالعه کن، برو مطالعه بکن. امروز جوان ها پرسشگرن، فضای مجازی هست، یک سلطه ای که عجیب و غریبه. واقعا بچه های ما افسرده میشن اگه تخلیه نشن، اگه سوالهاشون، حیرتشون، سرگردانیشون کسی پاسخ نده، اگه ما همراهشون نباشیم. کافی نیست که همه تو مسجد بنشینیم تا اونا بیان تو مسجد، باید بریم تو زمین فوتبال همراهشون، باید بریم تو بازار کنارشون، باید بریم تو دانشگاه کنارشون، اماکن هنر باید بریم، همه جا باید بریم. بعضی پدر و مادرها فکر میکنن بچه ها وقتی که
بچه ها وقتی بزرگ شدن وارد دانشگاه شدن دیگه خطر برطرف شده. تا زمانی بچه هم چه با بچه خیلی، ولی وقتی بزرگ شدن حتی پدر و مادرها روشون نمیشه وقتی بچهشون وارد دبیرستان شد بچه هاشون رو ببوسن. باور بکنید دیگه میگن اینا بزرگ شدن. باور کن دختر وقتی وارد دبیرستان میشه نیاز داره که پدرش روزانه 2-3 بار و مادرش خصوصا پدرش دختر دبیرستانیشو به آغوش بکشه، بفشاردش، ببوسدش، بگه دخترم دوست دارم. مادرش، داییش، عموش. ما عیب میدونیم وقتی دختر وارد دبیرستان و دانشگاه شد پدر دخترشو ببوسه. علمای تربیت میگن وقتی بچه‌های ما بزرگتر میشن خطرم به اندازه بزرگی اونها بزرگ میشه. وقتی وارد دانشگاه شدن خطرها به اندازه دانشگاه میشن. باید همراه باشیم. اما خانه، مسجد، خانه، منبر، مسجد، مدرسه دینی، میادین دعوت فقط مسجد نیست، مدرسه دینی و مکتب خانه نیست. کل زمین و میادینی که وجود داره و عرصه های زندگی همه میادین دعوتن. امشب واقعا شب بیاد ماندنی است. من خیلی وقت دیگه تو عروسی ها نمیرم، ولی امشب رمکان توفیق بود که بیام. یه سوژه خیلی زیبایی را آفریدید. نماز جمعه نیست، نماز عید اضحی و عید قربان و عید فطر هم نیست، ولی هر وقتی ما و شما بخواهیم میتونیم یک مناسبت زیبا بیافرینیم، سوژه های زیبا خلق کنیم. واقعا شب بیاد ماندنی است. هوا سرده، مجلس هم طولانی شده، ولی میبینم که مسئولین هم نشستن. حاج آقا طاهرم تشریف آوردن، شاید حالا یادم نمیاد، شاید هم قبلا تو جلساتی ملاقات کردیم، یا امام جمعه شهرستان قشم هستن تشیع، آقای خطیبی تشریف شدن، جناب شیخ خمینی بالاخره کسالت دارن ولی نشستن. بزرگان ما تو صحنه هستن، حضور دارن تو شادی مردم. عروسی مردم براشون مهمه، آینده جوانا براشون مهمه. ارزش داره آدم 2 ساعت تو سرما بنشینه که این جوانا قوت قلب بگیرن. حضور علماشون، از همه عزیزانی که همکاری کردن این برنامه با شکوه برگزار بشه ممنونیم. جزاهم الله خیرا. خدا بهشون اجر و پاداش بزرگ عنایت بفرمایند. برای همه این عزیزانم ماشاءالله یک دست سفید پوش الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین و امهات المؤمنین با محبت بین اونها برقرار کرد، بین دل رسول الله صلی الله علیه و سلم و امهات المؤمنین، بین دل حضرت علی رضی الله عنه و فاطمه زهرا، با همون مودت بین دلهای این 41 زوج جوانمون با همون محبت.